طلوع تمدن ز اندیشه هاست، در آنجا که دین از حکومت جداست، در آنجا که مردم به آرای خیش بدانند تکلیف فردای خیش، در آنجا که روشنگر و اهل فن گریزان نباشد چنان از وطن، در آنجا که عابد عبادت کند نه آنجا که بر سر ولایت کند، در آنجا که قانون بر عشاق نیست، چک و سیلی و سنگ و شلاق نیست، در آنجا که موی زنان را نسیم نوازد نه با وحشت و ترس و بیم، در آنجا که بر آسمان ابر نیست، گرانی و بیکاری و فقر نیست، در آنجا که دیوار شک و یقین بنا نیست بر حلیة المتقین، و امام خمینی سلام الله علیه هم معصوم، در آنجا که از جاهل آثار نیست، در آنجا که نادان سر کار نیست، در آنجا که هرگز نیابد گزند ادیب و سخندان